آقایون خانوما سلام، من امیرم، به کانال امیکچس خیلی خوش اومدین. امروز اومدم با چند تا تکنیک از روش محاسبه تو شطرنج چند تا تکنیک بهتون بگم، چند تا تکنیک یادتون بدم. دو تا تکنیک خیلی مهمه که میخوام بهتون یاد بدم که البته خیلی زیاده و شما کامنت بذارید من باز میام از این ویدیوها واسهتون میسازم که ببینم چقدر دوست دارین و راغب هستید که واسهتون بسازم. قطعا بازم میسازم واسهتون. و بعد از اینکه دو تا تکنیک رو گفتم، آخر ویدیو هم یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم که حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید، که این نکته بهتون قول میدم که خیلی از بازی‌ها که شما حریفتون فکر میکنید قوی تر از شماست و شما رو برده، قوی تر نی. این نکته رو رعایت میکنه و حالا چه زمانی که تو زمان هم اون نکته تاثیر داره، چه توی بازی و روش محاسبه و اون که محاسبه میکنه باز پیش شما رو ببره. خب قبل از اینکه بریم سراغ اولین تکنیک میخوام بهتون بگم من قراره یه پلیلیست را بندازم با مشارکت شما تو این ویدیوها هستید. چه جوریه داستان اینطوریه که شما میایید بازیتون رو برای من میفرستید، پی جی انش رو میفرستید برای من و من میام اون آنالیز میکنم، توی ویدیو نشون میدم و تحلیلش میکنم. فقط چند تا نکته داره که میخوام بهتون بگم. اولین نکته اینه که باید حتما تا ریتینگ 1200 باشه قسمت اولش. از 0 تا 1200 برای بازیاتون اگه شما ریتینگتون تو اون حد هست برای من میفرستید و من این اولیش. دوم این که حتما بازی رو باخته باشین. بازی برد رو فعلا نمیخوام، مهمتر اینه که چرا باختین، باید اونو بررسی کنیم، تحلیل کنیم. و سومین نکته اینه که بازیتون رو خیلی واضح، اونم باز اگه فکر کنم بلاندرم بود باز مشکلی نداره بفرستید، ولی میخوام تا حد امکان اینو رعایت کرده باشه که تا جایی باشه که یه سری بازی که متوجه نشدید داستان چیه، برای چی من باختم، بازی اوکی بوده، اون جاهایی که خیلی میستیک و ایناکریسی اینا داشته متوجه نشدید اونا رو بفرستید. بیشتر بهتره که اونا باشه، ولی اگه باز حتی بلاندر هم داشت دوست داشتید مثلا قسمت‌های دیگه‌ش رو آنالیز کنم برای من بفرستید، که نکته خیلی خوبی داره. یکی اینکه خب شما خودتون یاد میگیرید که چه اشتباهی کردی و خیلی ها هستن تو سطح ریتینگ شما اون اشتباه رو میکنن که دیگه من بهشون میگم نمیکنن. و قسمت آخرش اینه که شما یاد میگیرید چه جوری تحلیل کنید بازی رو. تحلیل بازی هم یه نوع آموزشه دیگه. تو اون قسمت ها من میخوام واسهتون بزنم. اگه دوست دارید شرکت کنید تو این قسمت، تو این سری پلی لیستا، حتما به تلگرام من پی ام بدید و من گذاشتم مسیج بدید و اونجا بهتون میگم که چیکار کنید تا به این داستان قرار بگیرید و ان شاءالله بریم جلو. ان شاءالله یه سری پلیلیست خیلی خوب آموزنده مطمئنا خواهد بود برای همه. خب به سراغ اولین تکنیکی که میخوام تو این ویدیو بهتون یاد بدم، تو محاسباتون خیلی مهمه و میتونه به دردتون بخوره. اولین نکته اینه که ببینید تو این پوزیشن سوارا برابره، مشکلی نداره، حالا پیاده ها هم برابره، همه چی اوکی. اینجا نوبت با سفیده. شما میگه چیکار می‌کنی؟ میگه تاکتیکی، تکنیکی و ترکیبی نگاه می‌کنی، میگه اگه من با فیل بزنم تو این پیاده و اون با شاه بگیره، من میتونم با اسبشو بگیرم و یه سوار جلو بیفتم. میگه خب آفرین. ولی یه دست فکر می‌کنی، میگه خب اگه صبر کن، یه سوال، اگه من الان زدم بعد این با اسبمو گرفت که یه سوار جلو افتاده، اون شد 2-1، پس این غلطه. برمیگردی عقب میگی نه این به درد نمیخوره، میام به چیز دیگه فکر میکنم، اسب B5 F4 هر چیزی، هر F4 که میخوره، نه مثلا H4 هر چیزی، حرکت دیگه ای فکر میکنم، شاه میام وارد وسط صفحه میکنم. اما اینجا نباید سری بری. اینجا نکته است. یه چیزی هست تو شطرنج به نام move order یا ترتیب حرکات که نکته خیلی مهمیه. من بهتون قول میدم به خاطر همین خیلی از بازیاتون رو اگه برید آنالیز کنید میبینید که یا کردید قبلا، متوجه میشید که مثلا حداقل مثلا 2-3 تا بازی اینطوری میتونستید ببرید یا مساوی کردید یا باختید به خاطر اینکه این نکته رو رعایت نکردید. خب درسته این روش که اول فیل بعد اسب جواب نداد، حالا اول اسب بعد فیل رو نگاه کنیم. اگه اول با اسب بزنم، اگه نزنه سوار عقب میفته، پس باید بزنه. بعد که زد من این پیاده رو میگیرم، حالا این پیاده رو بگیرم پیاده A6 هم میگیرم، نمیتونه کاری کنه و این دوتا پیاده رونده که بره جلو قطعا سفید برنده است و کاری دیگه سیاه نمیتونه بگه آها پس من موورده رو اشتباه رفتم، ترتیب حرکات رو اشتباه رفتم، میام برعکس اون کار رو انجام میدم، میبینم جواب داد. پس تو خیلی از پوزیشن‌ها حواستون باشه موورده رو هم تغییر بدین، ترتیب حرکات هم تغییر بدید تو محاسبتون، بعد اقدام به حرکت کنید که مطمئنا خیلی از جاها شما به خاطر همین موفق میشید بازی رو ببرید و خب دیگه کسب برتری میکنید، بازی رو میبرید. خیلی نکته مهمیه. پس ترتیب حرکات، این نکته اول و تکنیک اول. تکنیک دوم قبل از که بریم سراغش دو تا صحبت دارم، اونا که سابسکرایب کردن، اونا که نکردن. اگه سابسکرایب کردید من
ویویی که میگیره، یعنی دیدن شما و لایک های شما، خیلی برای من انگیزه است که بتونم ادامه بدم و اونا رو هی بسازم. میدونید که میسازم و ببینید ویدیوهامو براتون میذارم همه رو و کامنت بذارید زیرش. من حتما همه رو میخونم، میبینید که جواب میدم و برام مهمه و نقداتونم برام مهمه. اگه دوست ندارید چیزی رو بگید، مثلا این سری نه، مثلا خوشمون نمیاد، یا حداقل لایک، مثلا من میفهمم مثلا لایک نکنید یا ویو کم باشه این خوشتون نمیاد، به من نشون بدید که من بدونم چیکار کنم و انگیزه بهم بدید که من ادامه بدم و واسهتون. مثلا اونایی که سابسکرایب نکردن که خب من آموزش شطرنج سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله هم بزنید که حتما ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب بریم سراغ تکنیک دوم که توی محاسباتون خیلی میتونه به دردتون بخوره و توی وقتتون هم میتونه خیلی به دردتون بخوره. چرا؟ چون شطرنج پر محاسبه است. اگه شما بخواید تو هر محاسبه یه عالمه فکر کنید، خب خیلی از تایمتون میره. و درباره تایم هم من ویدیو ساختم، همین آخرین ویدیوم هست، حتما بزنید روش برید ببینید. من آخرین ویدیو میذارم که حتما ببینید، خیلی نکته‌های ظریف و مهمی توش گفتم که به دردتون خواهد خورد. خب اینجا الان نوبت با سفیده. باز اینجا سوارا برابره و حالا سفید میاد میبینه آقا میتونه چند تا تعویض توی D4 انجام بده. سفید میخواد محاسبه کنه، میره میشینه محاسبه میکنه آقا چیکار کنم. میگه خب من بزنم یه پیاده 3-5 که یه پیاده که تو 3-5 رو میتونم بگیرم، یه پیاده جلو بیافتم. این کارو میکنه دیگه. این کار غلطه. این کار باعث میشه هم تایمتون بیفته، هم باعث میشه که حریف بتونه بیشتر محاسبه کنه تو زمان شما. این اشتباهه. شما باید چیکار کنی؟ شما اگه قسمت مهاجمی میای تعداد سوارایی که داره حمله میکنه رو به تعداد سوارها یا حالا همون پیاده یا هر چیزی داره دفاع میکنه میشماری. شما الان 3 تا حمله داری، اون 2 تا دفاع داره. اگه بیشتر بود قطعا میتونید تو اون تعویض پیروز بشید و برتری کسب کنید. اگه کمتر یا مساوی بود نه، نمیتونید، پس بیخیال اون میشید. و اگر که قسمت مدافع داستان بودید، اگر که سیاه بودید، سفید گفتم چی؟ حتما بیشتر. نه، توی دفاع شما میتونید مساوی هم بخوای ریاضیش حساب کنید، مساوی بزرگتر مساوی میتونید باز دفاع کنید و مشکلی پیش نمیاد. یعنی اگه یه رخ اگه اینجا بود، رخ و اسب و پیاده 3 تا میشد، اونها هم 3 تا مساویه، با بس به نفع دفاع کننده است و حمله کننده هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو اون قسمت تو اونجا تعویض به دردش نمیخوره. چون الان مثلا فرض کنید 3 تا تعویضه، شما یه جایی میبینی یا 5 تا تعویض توی یه نقطه میخواد اتفاق بیفته، شما میزنه یه رب داری فکر میکنه، خب وقتتون میره. بهتره که این کار نکنید، بهتره که بیاید اینا رو بشمارید و بتونید توی سریعترین زمان بهترین محاسبه رو انجام بدید. پس این نکته دوم، تکنیک دوم. و حالا رسیدیم به اون نکته که من میخوام بهتون بگم. خیلی از بازی‌ها شما فکر میکنین حریفتون خیلی قوی‌تر از شماست. نه، قوی‌تر نیست. یه زرنگی انجام میده حریفتون، به خاطر این زرنگیه که میبره شما رو. اون چیه؟ ببینید، زمان شطرنج زمانی که خب همیشه مثل هر بازی که یه زمانی داره، 10 دقیقه شما 10 دقیقه حریف محاسبه میکنید. شما چیکار میکنید؟ قاعدتا بیشتر آدما که من دارم نگاه میکنم به اینترمدییت یا آماتور و اینا بازی میکنن، وای میستن حریف حرکتش رو انجام بده، بعد چیکار میکنن؟ تازه شروع به فکر کردن میکنن. یعنی الان مثلا فرض کن نوبت با سفیده، وای میسه ببینه با اسب میزنه، با فیل میزنه، با رخ میزنه، بعد شروع میکنه محاسبه کردن، که این خیلی غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه شما اگه بخوای اینطوری حساب کنی، دونه به دونه باید هر قسمت رو بشینی مثلا 3 تا 4 تا همچین وایسی تا ببین چه حرکتی میکنه. خب نمیدونی که کدوم میکنه. این غلطه. شما باید بیا چیکار کنی. من یه دونه ویدیو گذاشتم راجع به اینکه استاد وسط بازی باش، که اونم باز آخر این ویدیو میاد، اگه دوست داشتید برید ببینید. بهتون گفتم شما زمانی که میخوای وسط بازی شروع کنی و فکر کنی چیکار کنی وسط بازی، باید 3 تا چیزو بهش فکر کنی: کیش و زدن و حمله. این 3 تا رو باید بهش فکر کنی. خب این فقط موقعی که موقعیت و زمان به قول معروف حرکت با شماست نیست، این شامل موقعیت حریف هم میشه، که وقتی اون میخواد حرکت کنه شما اون زمان هم به اون فکر کن. یعنی که شما از زمان حریفت هم استفاده میکنی که یه خورده تو محاسبه جلو بیافتی. محاسبه های درست، محاسبه های دقیق. شما قطعا نمیای فکر کنی که الان تو اولین زدن میاد با رخ میزنه، خب قطعا میاد اون سواره که یا اسب و یا فیل که سبک‌تره رو میزنه دیگه. شما به این فکر میکنی. یا مثلا چه میدونم حرکات دیگه که مثلا یا با رخ نمیزنه تو اسب، مثلا بیا تفاوت الکی بده. اون چیزایی که عاقلانه تره رو تو کپچر یا همون تعویضا، کیش ببینی کیش نداره، حمله ها رو نگاه میکنی. این 3 تا چیزو زمان حریف هم
بهش دقت میکنی، روش فکر میکنی، یعنی نمیذاری فقط نوبت با شما باشه اونو راجبش فکر کنی. پس این نکته که خیلی مهم بود، حتما موقع زمان حریف هم به بهترین حرکات فکر کنید. مواظب خودتون باشین. ویدیو بعد میبینمتون.